از 580 کارخانه صنعتی ولایت ختلان در 8 ماه سال روان 134 عددی آن فعالیت نکرده است که از آن 92 کارخانه موسمی بوده، 42 کارخانه دیگر تماما در این دوره بکار بوده است. از سرریاست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان خبر دادند که کارخانه‌های کلانترین اردبراری در ولایت ختلان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارد ختلان شهری باختر، جمعیت دارای مسئولیتش محدود اگنتی ذخیره‌های دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی که به استحصال ارد مشغول بودند، تماما فعالیت ندارند. به مثل این کارخانه‌های اردبراری در ناحیه‌های وخش، خراسان و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت نیز تماما فعالیت ندارند که عامل آن نبودن اشیاء خام است. از بخش صنعت و منزلی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری لوکند گفتند که کارخانه‌های کلان شهر جمعیت سهامی گشاده نوری‌های آسیا، کارخانه‌های صنعتی جمعیت دارای مسئولیتش محدود اردی رشد ختلان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود بهزاد و جمعیت دارای مسئولیتش محدود ابوبکر دلشاد با سبب‌های نداشتن محصولات خام، فرسودگی تجهیزات فعالیت نکردند. شماره کارخانه‌های گوناگون صنعتی که از فعالیت باز ماندند در ولایت ختلان زیاد است.